در غروب سرد و بارانی 24 نوامبر 1971 مردی مرموز با کت شلوار تیره و کیف سامسونتی سیاه وارد فرودگاه بین‌المللی پورتلند شد. او بلیت یک طرفه مقصد سیاتل خرید و نام خود را دن کوپر ثبت کرد. اما این تنها آغاز داستانی بود که به یکی از بزرگترین معماهای حل نشده تاریخ تبدیل شد. پرواز شماره 305 شرکت نورث وست به فرماندهی کاپیتان ویلیام ای اسکات با 37 مسافر و 6 خدمه از جمله مهمانداران تینا ماکلو و فلورانس شافنر در ساعت 2:50 بعد از ظهر به وقت محلی از پورتلند به مقصد سیاتل به پرواز درآمدند. کوپر در صندلی 18C در انتهای کابین نشست و نوشیدنی سفارش داد. کمی بعد یادداشتی به فلورانس شافنر داد و به آرامی گفت: خانم، بهتر است با آن نگاه کنید. من یک بمب دارم. در یادداشت کوپر درخواست $200,000 پول نقد و 4 چتر نجات کرد. او تهدید کرد که در صورت عدم همکاری بمب را منفجر خواهد کرد. کاپیتان اسکات با برج مراقبت تماس گرفت و درخواست‌های کوپر را منتقل کرد. در ساعت 5:46 بعد از ظهر هواپیما در فرودگاه بین‌المللی سیاتل تاکوما فرود آمد. آل لی مدیر عملیات نورث وست با لباس غیر رسمی پول و چترها را به هواپیما آورد. پس از دریافت کوپر اجازه داد 36 مسافر به همراه 2 مهماندار پیاده شوند، اما تینا ماکلو و بقیه خدمه پرواز باقی ماندند. کوپر دستور داد هواپیما با سرعت کم و در ارتفاع 10,000 پایی به سمت مکزیکو سیتی پرواز کند. با برنامه‌ریزی برای توقف سوختگیری در رینو نوادا، او خواست درب عقب و پلکان هواپیما در حین پرواز باز بماند، اما به دلیل مخالفت خلبان تصمیم گرفت خودشان را باز کند. در ساعت 8:13 شب، در حالتی که هواپیما بر فراز منطقه جنگلی در جنوب غربی واشنگتن پرواز می‌کرد، کوپر با چتر نجات و پولها از پلکان عقب به بیرون پرید و در تاریکی شب ناپدید شد. FBI تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد، اما هیچ اثری از کوپر پیدا نشد. نه جنازه‌ای، نه سرنخی از چترهای نجات و نه حتی یک اسکناس از $200,000 که دریافت کرده بود. اما این پایان ماجرا نبود. چند هفته پس از سرقت، ماموران جستجوی وسیعی را در مسیر پروازی هواپیما انجام دادند. آنها مناطق جنگلی، رودخانه‌ها و حتی مناطق مسکونی اطراف را بررسی کردند، اما هیچ نشانی از کوپر پیدا نشد. در سال 1980 پسری 8 ساله به نام برایان اینگرام هنگام کمپینگ با خانواده‌اش در کنار رودخانه کلمبیا یک بسته پول پیدا کرد. این بسته شامل $5,800 بود که شمار سریال‌های آن با پول‌های پرداخت شده به کوپر مطابقت داشت. اما این سوال بزرگ پیش آمد: آیا کوپر زنده است؟ چرا این پول را در رودخانه رها کرده بود؟ نظریه‌های زیادی درباره سرنوشت کوپر مطرح شده است. برخی معتقدند او یک مأمور سابق نظامی بوده که با مهارت چتربازی در جنگل‌های انبوه فرود آمده و ناپدید شد. برخی دیگر باور دارند که او از سقوط جان سالم به در نبرد و در جای میان درختان مرد. اما چرا هیچ اثری از جسد یا چتر نجات او پیدا نشد؟ یک نظریه دیگر این است که کوپر به طور معجزه آسای زنده مانده و هویت جدیدی اختیار کرده. برخی حتی معتقدند او ممکن است هنوز زنده باشد و در سکوت داستان‌های مربوط به خودش را تماشا می‌کند و لبخند می‌زند. پرونده دیبی کوپر، یکی از مرموزترین پرونده‌های تاریخ، هنوز بعد از 50 سال حل نشده باقی مانده است. آیا او واقعاً از این ماجرا جان سالم به در برد؟ آیا او در جایی از این دنیا هنوز زنده است یا همه این سالها فقط یک راز بی پاسخ باقی خواهد ماند؟ دوستان عزیز، نظر شما چیست؟ آیا کوپر موفق شد فرار کنه یا این تنها یک داستان جنایی دیگر است که هیچ پاسخی نخواهد داشت؟ حتما نظراتتون رو به ما بگین.